سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اومدم با یه ویدیو دیگه از چنل گیمینجا. امروز میخوام جدیدترین اخبار مربوط به سری از بازی‌های خفن رو بهتون بگم. یکی از پلیلیست های ما تو این چنل قراره که خبرهای مربوط به بازی باشه، اونم در سطح المپیک. برو بریم. خب اولین بازی که میخوایم بهش اشاره کنیم بازی مورتال کمبت 1. بر اساس یه سری گزارش‌هایی که منتشر شده ظاهراً بازی مورتال کمبت دارای حالت جدیدی به نام اینویژنه که در اون بازیکن‌ها میتونن در قلمروهای مورتال کمبات سفر کنن و با چالش فصلی متفاوتی روبرو بشن. از تریلرهای ارائه شده برای شخصیت‌ها گرفته تا نمایش گیم پلی بازی، مورتال کمبت در تمام چیزهایی که تا الان دیدیم کاملا امیدوار کننده بوده. تا الان اطلاعات خیلی زیادی درباره داستان، شخصیت‌ها و برخی از بزرگترین تغییرات گیم پلی منتشر شده. یکی از مواردی که هنوز اسرار اون فاش نشده حالت‌های بازیه. خب این حالت اینویژنز کجا لو رفته؟ یه سری از خرده‌فروش‌های برزیل بازی و پیش سفارش دادن و از حالت تک نفره‌ای که توی این بازی وجود داشته اینویژنز بوده که لو رفته. طبق توضیحاتی هم که این بازیکن داده در قلمروهای مورتال کمبات تونسته سفر کنه و چندین فصل با چالش‌های مختلفی روبرو شده. مورتال کمبت در تاریخ 19 سپتامبر یا همون 28 شهریور خودمون عرضه میشه که بعداً به معرفی اون میپردازیم. Enough! Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. بازی بعدی که میخوایم بهش اشاره کنیم بازی آلن ویکه. آلن ویک یکی از مورد انتظارترین بازی‌های سال جاری محسوب میشه و که به نظر میرسه استودیو رمدی برای ساخت اون از فرانچایز رزیدنت اویل الهام گرفته. بله، داداشمون کایرولی یه مصاحبه داشته با مجله اج، گفته که من سعی کردم از بازی رزیدنت اویل الهام بگیرم و بازیکنان رو سعی کنم بیشتر بهشون آسیب بزنم و کلا مرض دارم. آلن ویک 2 یه بازی ترس و بقای کامل محسوب میشه و منطقی که رمدی برای ساخت چنین عنوانی از رزیدنت اویل الگو بگیره. این بازی هم در تاریخ 17 اکتبر یا همون 25 مهر منتشر میشه. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! Easy now. First things first. What's your name? بریم سراغ بازی بعدی که به شخصه خیلی تمشو دوست دارم. لورد آف د فالن. میگن تقریبا 30 ساعت گیم پلی داره. کم کم داریم به تاریخ عرضه این بازی جذاب نزدیک میشیم و استودیو هکس ورکس یه مصاحبه داشته که اونجا اعلام کرده این بازی بین 25 الی 30 ساعت گیم پلی داره. بازی همچنین چند تا پایان مختلف خواهد داشت که به انتخاب جنا از سوی بازیکنان بستگی داره. اما وجود نیو گیمز پلاس هم توی این مصاحبه تایید شده و به نظر میرسه این استودیو تعدادی سورپرایز خفن واسه طرفداران مد نظر قرار داده. بن فایرا تو این بازی اسمشون وستیجه و از اونا میتونیم برای فست تراول و استراحت و لول اپ کردن استفاده کنیم. نیو گیم پلاس تقریبا یه سری کارا انجام داده که شما بتونید هر کاری توی این محیط بازی
انجام بدید و تقریبا تسلط کافی رو روی بازی داشته باشید. این قسمتش خیلی باحاله. لورد آف فالن دارای 2 جهانه که به لطف مکانیک دنیای دوگانه بازیکن‌ها میتونن قلمرو آکسیوم و قلمرو آمرال داشته باشن. یه جور سرزمین مردگانه. هر بار که در قلمرو آکسیوم بمیرید دقیقاً در همون نقطه تو سرزمین آمرال احیا خواهید شد. خیلی باحاله نه؟ لورد آف فالن در تاریخ 13 اکتبر یا همون 21 مهر عرضه میشه. خب بریم سراغ بازی بعدی. اکسو پریمار. تلفظش یکم سخته، منو ببخشین. این بازی گفته شده که همون روزهای اولی که ریلیز شده 1 میلیون نفر بهش اضافه شده. واقعا جذابه. خلاصه که میگن انقدر جذاب بوده عدد دقیقی از میزان فروش بازی توی فضای عموم منعکس نشده. خلاصه ناشر این بازی اومده یکم حال بده به بچه‌ها، یه سری اسکین رایگان در اواخر همین ماه به بازیکنان قرار بده. یکم اسکینش اسم عجیب غریبی داره، اسمش آلفا واریانت اکسوسویته. خب دیگه خلاصه که خیلی عجیب غریبه. این اسکین حالت پی وی داره و زیاد دیگه راجعش صحبت نمی‌کنیم. همچنین تو فصل‌های آینده خودش بازی گفته که ما مانستر هانتر و استریت فایتر هم داریم و با اونا همکاری خواهیم کرد. تو این حالت یه سری تیم تشکیل میشن که 5 تا بازیکنن با یکدیگر همکاری میکنن تا یه سری دایناسور رو بزنن بهتره کنن که زندگی انسان‌ها رو تهدید میکنن. بازی همین الانش هم ریلیز شده و دیگه لازم نیست منتظر بمونید تا عرضه بشه و از طریق استیم با قیمت 60 یورو ناقابل میتونید بخریدش. If ideas exist in your time, they are making my world again. I still have hope. Very unlikely, I know. But it is you I rely on now, comrade. I tried to stop their world to leave, but my hope became your curse. Stop the cycle. Destroy all of my life. Take back tomorrow. بازی بعدی گاسترانر 2. استودیو وان مور لول به تازگی اعلام کرده که ثبت نام دوره بتای محدود بازی امسال عرضه میشه و آغاز شده و ظرفیت‌ها خلاصه محدود بودو که دیر نشه. اما این تمام ماجرا نیست و توسعه دهنده و ناشر بازی واسه قاطی کردن و تاریخ 21 آگوست درست قبل از برنامه شب افتتاحیه اومدن یه سری اخبار بزرگ رو از بازی فاش کردن. طرفدار این بازی باید بهتون بگم شما میتونید از طریق ویدیو داخل یوتیوب داستان گاسترانر آشنا بشید باش. این ویدیو سری وقایق بازی رو پوشش میده که مراقب اسپویل هم باشید. در مورد تاریخ بازی باید بگم که مشخص نیست، احتمالاً 3-4 ماه یا 5-6 ماه دیگه عرضه میشه و روی تمام پلتفرم‌ها در دسترس قرار میگیره. داستان 1 سال پس از اتفاقات قسمت اول میگذره و شخصیت اصلی برای اولین بار از تله مرگ برج دارما بیرون میاد یا تا در زمین‌های بایر فراتر از اون کاوش کنه. و اما استودیو سازنده خاطر نشان کردن که من نمیدونستم از این کلمات هم استفاده میکنم. آره خلاصه که استودیو گفته که بازی اصلی دست نخورده باقی مونده و این یه نسخه تقویت شده است و گیم پلی خیلی چالش برانگیزی داره. خب دوستان اینم از ویدیوی مربوط به اخبار بازی که جدیدترین ها رو براتون آوردم. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.